با درودی دیگر باره به شما بیننده عزیزی رادیو آزادی شعله گلخوجه هستم که رسا ساعت 10 هر روز در همین وقت برای شما سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان را میگویم و باوری دارم که چند دقیقتان را به ما میبخشید تا اینکه بدونید که در دنیا چه میگذرد و البته طوری هم شما میدونید برخی از این خبر و گزارش را ما بعداً یعنی بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم در برنامه خبری با تفصیل برای شما خواهیم گفت. خوب توجه کنید. آخرین تشریح مکتبی در استانه سولی نوی خونیش آخری همین هفته تحصیل در مکتب‌های تاجیکستان آغاز می‌یابد و طوری هم شما میدونید امسال 1 سپتامبر به روز شنبه راست آمد. والدین هم در تکاپو هستند تا فرزندانشان را با لباس و لوازمات نوی مکتبی به درس بفرستند. همراه با شما خواهیم دید که امسال برای آماده کردن یک خواننده به مکتب و خریداری لباس و اشیاء ضروری برای تحصیل چند سومانی صرف می شود. اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان حداقل از 2 تا 4 خواننده دارند و سر و لباس مکتبی را هم وابسته به جیبشان می‌خرند. اگر برای یک کودک از اوله کم تو چند صد سومانی خرج شود، اوله های دارا برای آماده کردن یک فرزند خود به مکتب هزارها سومانی صرف میکنند. خب باید گفت که اخیراً نومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان هم از صفت لباس‌های مکتبی که کارخانه‌های محلی آماده می‌کنند تنقید کرد و از جمله گفت که والدین خوانندگان از صفت و طرح دخت لباس‌های مکتبی قناعتمند نیستند و با این سبب قسم زیادی لباس‌ها در انبارها باقی مانده است و مقامات هم وظیفه‌دار شدند که به مسئله استحصال سر و لباس مکتبی صفتناک توجه بیشتر ظاهر کنند. کمیته اندوز تاجیکستان مال و ملک و بینای شرکت ساتورن آنلاین که یک شرکت فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان است به فروش گذاشته است. مسئولان کمیته اندوز میگویند مال و ملک این شرکت از سال گذشته با قرار دادگاه در حبس بود. کمیته اندوز این شرکت رو در نسپردن اندوز با مبلغ بزرگ متهم میکند. باید گفت که شرکت ساتورن آنلاین از اولین شرکت‌های فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان است. برخی شرکت‌های موبیلی و کارخانه‌های بزرگ از طریق همین شرکت اینترنت می‌گرفتند. مبارزه را ادامه می‌دهم. در برنامه امروز خبری رادیو آزادی نخستین صحبت ویژه ویدیوی خیرلو میرسایدوف خبرنگار و رهبر کوین تاجیکستان را پیشنهاد شما می‌کنیم. در این مصاحبه میرسایدوف درباره بود و باشش در بازداشتگاه، ادامه مبارزه به حقوق ژورنالیستان و میزان فساد نقل کرد. همچنین او درباره سرنوشت آینده دسته تاجیکستانی کوین که بعد بازداشت میرسایدوف فعالیتش را قطع کرد تفصیلات داد. ضمناً خیرلو میرسایدوف 9 ماه در بازداشتگاه بود. ماه ایول او را دادگاه شهر خوجند به 12 سال زندان محکوم نمود، ولی دادگاه کاساسیونی هفته گذشته میرسایدوف را از بازداشتگاه رها نموده به پرداخت 80,000 سومانی جریمه موظف کرد. با پرداخت الکترونی راهگیرا عادت نکردند. از 18 ایون امسال در مسافربرهای شهر دوشنبه پرداخت نقدی منع شد و برای استفاده از نقلیات جمعیتی پایتخت مسافران باید سیتی کارت و یا کارت الکترونی بگیرند. کارمندان خدمات نقلیات شهر دوشنبه آنهایی را که چنین کارت ندارند به اتوبوس و ترالبوس راه نمیدهند، اما گفته می شود تا به حال مسافران به این شیوه پرداخت راهگیرا عادت نکردند. از این خاطر شرکت‌های نقلیات جمعیتی به ترغیب کارت‌های پرداختی آغاز کردند و در چند مرکه میخواهند کودکان را به شیوه پرداخت کارتی ترغیب نمایند. خب در این باره ما برای شما در برنامه خبری گزارش را پیشنهاد میکنیم. نخستین کمیکس تاجیکی ژانری که در تاجیکستان چندان رایج نیست، ولی در برابر خواندن کتاب و تماشای فیلم تصویری به ذهن کودکان تاثیر عمیق دارد. کمیکس درباره مرد مهربان است که قابلیت‌های فوق‌العاده دارد و مبارزه اشدی ناعدالتی‌ها در جامعه را تشکیل می‌کند. مؤلفان مرد مهربان باور دارند که آن می‌تواند به سوپر قهرمان کودکان تاجیک تبدیل شود. آفریننده اولین کمیکس تاجیکی جیهون نسیمی قهرمان خود را با برداشت از فیلم و کمیکس غربی گرفته است و معرفی کمیکس تاجیکی فردا در شهر دوشنبه برگزار می شود. تفصیلات را حتما در برنامه خبری تماشا کنید. خب چند خبر دیگر هم داریم که بعداً یعنی بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری در پخش مستقیم در آزادی ویدیو کانال مخصوصی رادیو آزادی برای شما خواهیم گفت. همزمان ما را در www.azadi.org سامانه رادیو آزادی دنبال کنید و همچنین در شبکه‌های اجتماعی ما را جستجو نمایید، چون هم در فیسبوک هم در ادناکلاسنیک توییتر و اینستاگرام ما صفحه مخصوص خود را داریم که پیوسته
хабару гузоришу ва наворҳои диданӣ дар он ҷо ҷо дода мешавад ва албатта тавре ҳамкорӣ мо ишора мекунад шумо барои мо дуруду паём ва саволҳои зиёд мегузоред. албатта ҳоло дар пахши мустақим мо имкони посух додан ба ин суолҳои шуморо надорем, вале ҳатман дар нашрҳои баъдии пахши мустақим талош мекунем ки ба хоҳишҳои шумо посух бидиҳем. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва то мулоқот баъд аз 3 соати дигар.